جان و دل را حسن آغاز آمدن، اقوار شنگری دوران ماست، طفل دامان رد برد باز آمدن، اقوار شنگری دوران ماست، طفل دامان رد برد باز آمدن. شکر درگاهت که همراز آمدن، مکتبم را ذوق اعجاز آمدن، شکر درگاهت که همراز آمدن، مکتبم را ذوق اعجاز آمدن. صحنه تو این صحنه آدمگری، در جهانت یک جهان ساز آمدن، پند استادان تو بشنیدم، چون حبیبت با چه آواز آمدن، پند استادان تو بشنیدم، چون حبیبت با چه آواز آمدن. همدم و هم مسلکی راست آمدن، مکتبم را بلبل آواز آمدن، همدم و هم مسلکی راست آمدن، مکتبم را بلبل آواز آمدن، مکتبم را بلبل آواز آمدن، آمدن. زبی زمان معالیم نوری جهان معالیم، زبی زمان معالیم نوری جهان معالیم، در کنی فضل و دانش نقشی نهان معالیم، در کنی فضل و دانش نقشی نهان معالیم. فیضی سحر معالیم شمس و قمر معالیم، در راهی پر سعادت مثل پدر معالیم، در راهی پر سعادت مثل پدر معالیم، معالیم 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 مثل پدر معالیم، معالیم 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 مثل پدر معالیم. گنجی بخا معالیم بختی صفا معالیم، گنجی بخا معالیم بختی صفا معالیم، در راه علم و دانش جاوید بمان معالیم، در راه علم و دانش جاوید بمان معالیم. دیده چون نور معالیم چیده چون معالیم، گویم به تو تشکر تعظیم به تو معالیم، گویم به تو تشکر تعظیم به تو معالیم، معالیم 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 تعظیم به تو معالیم، معالیم 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 تعظیم به تو معالیم، تعظیم به تو معالیم، معالیم معالیم.
پردانی از پرخوانی، کمخوانی از کمدانی دور است. سلام میهمانان ارجمند، پدر و مادران و استادان گرامی، شما را به این فستیوال هفته کتاب کودکان نورسان که در گیمنازیوم برگزار می‌گردد خیلی مقدم می‌گویم. خوانندگان صنف یکم آ امروز تصمیم گرفتند که بخشیده به فستیوال هفته کتاب کودکان نورسان یک درس تربیوی را پیشکشی شمایان نمایند. هدف اساسی برگزاری این فستیوال جلب نمودن کودکان و مطالعه کتاب و کتابخوانی و تکامل بهتر دادن ملکه‌های خوانش، باز هم بهتر برداشتن صفت فرهنگی و به ضمیره آنها، تربیت نمودن حس افتخار علمی ملی و تندرستی و گرامی داشتن ارزش‌های ملی و امور شرعی میباشد. و برای این مناسبت استفاده برده امر شما را به این روز بزرگ عید رمضان برایتان قبل از همه عمر دراز بخزان و از درگاه یزدان پاک برایتان تن صحتی، سر بلند و در کارهای فعالیتتان کامیابی‌های بی‌نظیر تمنا دارم. صادقان این وطن، السلام ای دوستای جاویدانی این وطن، ما وطن داریم تاجیکستانی عزیز، السلام ای همدیار و مرزباری این وطن. السلام بر آن که میداند محبت کاری ماست، احترامی جاویدانی وطن پنداری ماست، با تفخر وطنداری خود بالیدیم، السلام بر آن که میداند سخن سرشاری ماست. السلام بر مردانی وطنداری وطن، السلام بر نوجوانانی وفاداری وطن، هر کی میداند ما قدری وطن، السلام بر آموین و پاسدارانی وطن. السلام مردمی با ننگ و آری این دیار، السلام ای نوری استقلال فیضی پیش ما، با صداقت در سخن بهر شما برخواسته، السلام ای هم نوا و هم فضا و هم دیار. استاب ای دوستان، دنیای ما ناروشن است، تیره و تاریک همچون خانه بیرازن است. چشم بینای بنی آدم تویی، بحر انسان بهترین همدم تویی، دستگیری ما به هر یک دم تویی، نزد ما بیشترین جام جم تویی. سلام و درودی به پایان پر از مهر و صداقت، مثال یک و یک شما را مهمانان و استادان گرامی قدر، همه شما را عزیزانی دیده و ساعت تربیوی در موضوع بیت بهترمند که اهل خوانندگان صنف یکی آماده نمودند خوش آمدید نوید. انیسی کندی تنهایی کتاب است، فروغی صبح دانایی کتاب است، بود به مزد و مهنت استاده، دانش بخشد هر دم شادی، درباره تاریخ پیدایش کتاب مرحمت. کتاب منبع علم و دانش، سرچشمه دریای عقل، مخزن فرهنگی، لیپایه تمدن جهانی متم، خوزه آینه حیات و کلید در گنج سخن است. تاریخ پیدایش کتاب با پیدایش خط و زبان صنعت مربوط است. بعد از ظهور خط آدمان قدیم امکان پیدا کردند که در روی سنگ، چوب، صفا و برگ درختان و استخوان‌ها پوست حیوانات نقش آفرینند و نویسند. خلاصه با مرور زمان در نتیجه اختراع کاغذ نظم کتابداری جاری گردید. اکنون بجای سنگ و چوب از قوه وسیع استفاده من کتاب اساساً نوشتجاتی برای دیوشه واسطه نشانگردانی و نگهداری معلومات، ایده آور و دانش‌آموز اولین دست‌نویسی که در مصر قدیم پیدا شد و تاریخ هزاران تا میلاد مربوط است. آثار کلاسیکان نیز تأثیرات کتاب تا زمان ما گردیده عالمی تفکری مردمان مثل صبح روشن می‌کند. اگر دقیقاً اندیشه راه کتاب رفیق جانی انسان است، در لحظه و تنهایی کتاب در بر ماست.
ماست. این سخن این عروسه در شعر من خیلی مجرد دوتا انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. خلق تاجیک از شماره آن خلق است که بر کتاب و کتابداری احترام و اعتقادی خاص دارد. تا آمدن اسلام و اصطلاح عربان نیز اجدادان ما آنانهایی که به کتاب‌نویسی داشتند از آن تغییر یادگاری خطی مشکی یادگاری زنان و رقص اسطوری باقی مانده است. مخصوصا زمان سلطنت سامانیا برای رشد و قوتی سخن و عنعنه کتابداری زمینه‌های مساعد فراهم آورد. در بخارای دوره سامانیا کتابخانه کلان دولت ایبا نام گنجینه حکمت احمد بهکر خوشبختانه امروز در کتابخانه وطنمان برای همه نیازمندان باز است. شخصی که کتاب‌ها سروستی کار خونه سوزن سر در بغل ما کتاب در جای خوانندگی. همشینی توست عمر سربلند دوست داری تو عذر ارجمند مغزنی اخو زفار کانی پند باشم روزگارم بگذر می شویم آشنا سلام من کتاب مصلحت چی ما در هر بار در جهان آنچی باشد علم و هنر همش رو گرفتن در بر ما تراس و پوشان نخونیم تا که هر علم و هنر داریم. کتاب از هر چیز خوب است که آن به ما محبوب است. کسی نخواند کتاب کاری او نامطلوب است. من از رخی تو دیدم بهارا دیارا که هر خطی تو خواندم رویش روزگارا. دیگر ندارم پروا کتاب جهان شدم من چشمه بود به دریا اکنون روان شدم من گنج دنیا دانش از کلید آن خوانش از بسیار کتاب خواندن دانش در افزایش است. کار آموختم کتابم به کتاب
دنیا تاریک زندگی ناروشن است با کتاب همه روشن زیبا مثل گلشن است روشنی ای زبانم روشنی ای جهانم رفیق مهربانم کتابم ای کتابم حرمتی علم و استاد و کتاب لازمی این راه از مباب هر کتاب که این سه هنر از میزگار و مش زیلت کرد پای از ظلمتی آن کسی که کشید اندرین را به هیچ جا نرسید در کسب کمال باید در جه در بهطلبی بسر بعدی گردابی طلب وسته دور است در جای علوم دور و غور است خانه نشای به هر جابی از خوب به خوب تا شتابی هر کی آن را میکند گل با کتاب پول او باشد به حساب هر کی آن را زیر جوان میکند زیر پایش پاره نان میکند کتاب آموزگاری روزگار است رفیقی مهربان و غمگسار است هر آنکه با کتاب اندر سخن شد سخن پرورده ای هر ارجمند شد کتاب اسرار عمر جاویدان است و ما افشاگر صد داستان است کسی برخواند از آن صفحه را بداند چیست و چیست زیان کتاب تعریف چند هزار ساله دارد که از معجزه ها معجزه دارد کتاب ما را پسای کرد زیدانش دنیا با خبر کرد رخ سر جای گل دختران صد خانه کتابخانه سوده نبود باید کتابخانه در سینه بود Durang shaman nadora
از کار و بار خانه بیزار شدم. این دختره که من به من یاری نمیدهد. خیلی دخترم نیستی روز شد. ای بچه جان من کم تخواب کنم. خیلی دخترم داد و روز داره مهمون آیم. و چه خیلی نقص به من زیاد توفه ها میارم. من به مغازه میرم تو باشی خانه رو جمع گیری کن. آفتابکی بهاری رخ نما از دل ابری تیره زود برا و فکرم مهمانان آمدن. سلام بابا جان. سلام دختر جونم. سلام دختر جونم. بابا جان امروز من دادروز دارم به من توفه آورده؟ بله توفه من بهترین است. و این توفه چی باشد؟ توفه من کتاب است. ای بابا جان من کتاب هم توفه شد. یگان توفه دیگر نبود. چی توفه؟ یگان لختک، یگان کورتای نو، یگان قند همه آورده همه شد. مایلش من توفه دلخواه رو میارم اما با یک شرط. با چی شرط بابا جان من راضی؟ من به تو سوال جواب میکنم تو باید به سوالهای من درست جواب ده. مایلش. کلمه کتاب را به هجا جدا کن. هجا کتاب. بچه ها شما کلمه کتاب را به هجا جدا کرده میتوانه؟ بله. کتاب از دو و دوی یا عبارت است. آفرین پسرکو. این دختر جون تو به سوال یکمی من جواب داده نتوانستی. بابا جان یک سوال دیگر دهید. مایلش 3 جمع 4 چند می شود؟ 3 جمع 4 3 جمع 4. بچه ها شما 3 جمع 4 رو میدونید چند می شود؟ بله 3 جمع 4 آفرین پسرکو. این دختر جون تو به سوال دومی من هم جواب داده نتوانستی. بابا جان یک سوال دیگر میدهید. مایلش با کلمه مادر جمله ترتیب ده. جمله مادر. بچه ها شما با کلمه مادر جمله ترتیب داده میتوانه؟ بله مادر عزیزترین گنج می باشد. آفرین پسرکو. این دختر جون تو با سوالهای من جواب داده نتوانستی. و بچه ها شما از کجا دانشجوی بلوچی شده؟ از کتاب. من نفهمیدم که کتاب هم توفه خوب است. بابا جان کتابتون رو میدهه؟ ما این کتاب را گیرو رنگ پسرکو دانوچه و بلوچه شد. سلام مادر جان. بینید بابایم به من چی توفه کرد؟ چه کتابچه زیبا. مادر جان من این را خوانده دانوچه و بلوچه میشوم. خدا رو شکر دختر من کتاب دو شده از اختون بیا دادروز رو جشن میره. آفتابکی بهاری رخ نما از دل ابری تیره زود برا
نقشی مادر زینب زاریزاده، در نقش دختر فاطمه سیولی‌زاده، در نقش بابا عثمان بکجان‌زاده. کتاب بزرگ از سخن‌ها دستش کتاب قلم زور آموزگار میباشد که همه غلط‌های ما را اصلاح می‌کند. هر قدر فرزند ملت کتاب خان باشد، همان قدر ملت نومد است. جای خواندم که در زمانهای خیلی قدیم آورده پام شد که گویا در کوههای سربخالت کشیده هندوستان گیاه رریاکی با آدم عمر اول اعدام نماید. سوداگران سوداندشان به جستجوی آن گیاه نمادند و میرفتند. دانشمند پاسخ داد که این گیاه کتاب است که به آدم عمری جاوید عطا میکند. آره کتاب گنجی به‌بهاست، این مقدسات را احترام نموده. کتاب میشنی کودک است که در بطن مادر با خون اعتیادی خود تولید یافته است. کتاب منبع دانش میباشد، آن را دوست خود شماریدن و از آن استفاده بردن. خلق تاجیک از شماره آن خلق است که به کتاب و کتابداری احترام و احتیاج خاصه دارند. اعظم دل کنی از کتاب دل مکن. کتاب میراثی فرهنگی ماست، آن نسل‌ها را متحد می‌سازد و همدردی یکگردی می‌سازد. دنیا را خورشید درخشان می‌کند، دلها را کتاب زیرا گفته‌اند. کتاب در حال چون آموزگار حقیقی انسان بوده ارغمان بزرگوار را می‌ماند. شناسنامه ملت شاه کتاب‌های اوست، زیرا گفته‌اند کتاب پدیده است که توسط انسان بداخلاقی دست رها می‌گردد. کتاب صندوق است که در آن بالاترین گوهر خرد انسان نگهداری می‌شود. با اندیشه بعض جوانان برابری با وجود آمدن اینترنت، آموزش کتاب از بین رفته در جلب خواننده خود نمیرد. اما در این زمینه من همچون نورسی خواننده گیمنازیا که در زمان اینترنت کمال یافته ایستادم. کتاب فرشته علم و دانش انسانی است که هرگز نمیرانده میباشد. او ناز و تمنای او از چرخ گشتن او از تبسم دلجو و خانه نور بارد شوق سرور بارد. رقص را اجرای فاطمه سیولی‌زاده.
با چنین خلنا درسی تربیوی تست را خودی انجام بخشش خواهی عمری در جا کنندگاه 55 تا نظر کردیم سوی یکدیگر میل ما از دیده بر دیوار گذاشت. هر کار آغاز است و انجام اینک رسیدیم به فرجام درس این زمان اگر کمی هم خاطر شمایان را باید گردانیده باشیم شادیم اینک سخن جنبت را به ترک ترگیم نه زیادتان دادن نگاره میدهیم. بهاری آرزویت جاویدان باد نگر هیچ وقت در دهری سری غم سری تو هم ردیفی کهکشان باد. خیلی که و همه ما و شما معلوم است در سراسر جمهوری در مقیاس جمهوری بخشیده به 35 سالگی جمهوری استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هفته فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان نورسانی تاجیکستان جشن گرفتند. ما تصمیم گرفتیم که گیمنازیا تصمیم گرفته است که بین صنف‌های یک بخشیده به این فستیوال چرابینی فرهنگی تشکیل برگزار نماییم که صنف‌های یک از صنف یکی از آغاز نموده خواننده‌های ما در این چرابینی فعالانه اشتراک نمودند. بسیار خوب است معلم، تشکر زیاد. من باوری دارم که بعد هم خواننده‌ها با بهای خوب و اعلی تحصیل میکنند و با از مادران پدران خواهش میکنم که برای تربیت درست کمک میکنیم همکاری با مؤسسه برای آینده خواننده ها که برای بهتر و خوبتر تحصیل نمودن در گیمنازیا و همه شمایان تشکر زیاد و همه شما بخشیده به این تبریک و تهنیت نموده صحت و سلامتی خوشی های زندگی و خوانش خوب و اعلی را تمنا دارم. تشکر زیاد. اینچنین افتخارنامه با خواننده صنف یکی از آمیدزاده رحیم جان برای خوانش خوب و اعلی انتظام نمونوی و اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی بخشیده به این کتاب سرفراز گردانیده می شود. افتخارنامه بابابеков محمد صالح خواننده صنف یک برای خوانش خوب و اعلی انتظام نمونوی و اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی بخشیده به این کتاب سرفراز گردانیده می شود.
مضمون نبیف امران خواننده صنف یکی آ آماده شود شمس یعقوب آماده شود عبدالمنانزاده عبدالله بابزاده سمریدین شهرزاده عزیز مرادف محمد شریفزاده ربیه اکبرزاده انس عزیز محمد نظیر سپر عبدالمنانزاده عبدالله موسیزاده رمایسا بگی جانزاده عثمان دولت مهراب قربان نورالله میرزاده اسکندر نوردین حسنجان حسینزاده پروانه علیشیرزاده زینب سیدالله و خدیجه عزیز و اوسیه عزیز و سهیله سیبالیزاده فاطمه قربان و مریم توحید بگزاده امیده احمد و صبرینا خلیل و امینه زایرزاده زینب بگیجان و اوسیه و در آخر نظر و یاسینه
مادام بیایتون زنش کنیم. اینوی همه رفیقای همیشه که ما احساسات رو داشتم بسیار خستم شدم برای همه همین درسای دادگیتون برای تربیه دادگیتون برای درس دادگیتون در درجه عالی بود هزار رحمت من میندارم و باوری دارم که هر یک مادر همیجه مینداره یک شما مادر و پدر رو هزار رحمت شما دا خوش بوده باوری کردیم که باوری ما را برآورده کردیم مالی جون که که همین 4 سال دست شما انشالله با بخوای نفس میخونم سر شما امریکا سر شما چی رحمت کنم I'm sure